عادی و مرویه پدر ما میشد، عادی و غیشه مادرم. پدرم تراکتورچی، مادرم خونشین بود. سال 1947 باشگیری از کنیز کواریان گریم یکونگک تولد شدگیم. گریم دیده کلان شدگیم. سنفی یک میرفتیم. او وقتا مکتبمون 8 سالگی بود. 8 سالگی را تمام کردیم. با 40 کیلومتر دیگه اینترنت جده سینفونه داره و جده تمام کردم. بعد تمام کردن خیلی وضعیت من پدرم شخلی که کار کردن ده ششمش چیز زد شخلی که کسل شد بالنسه افتاد. آیله من خیلی وزبین بود، کار کردگی هیچ که نبود. با ما فیرما کار کنی رفتم، فیرما ده گوساله بام کار کردم، گوجوشم کار کردم، خیلی آیله ده یاردم کردم. ماشین از строитель Елизавета Свердловский ده. با توکر اول وشنیچه استودم که نمیتونستم که هیچ وظیفه نداشتم. شورما وشنیچه استودم با توکر کار کردم. توکر شورم به رزرات داشتم. کار کردم با آیله میگرفتم، با پدر مادر خیلی پسیل کار میکردم، یا لیباسای را میکردم، یاردم کردیم. تو سال 69 سال 69 با یک دوغانم کتی دوشنبه گفتن خوندن بیایم که گفتن که همی تعریف کردن شهری بازی به شهری خیلی. با سال 69 موی سپتامبر دوشنبه آمدیم. دوشنبه آمدیم اونجا مکتب شیشیدگی بود، هم سپتامبر درس چهارشیدگی بود. فکر کردیم که آین درس داخل میشم یا همجا. شغلی که با مردکم خودش شدیم که شغلی که ممکن ما هم بودم مخول شده بودم، اون مرا مخول شد. وقتی که میاد در این وокزال اومد، پویز کچه اومد، خیلی خیلی که اون وокزال دا بودیم، خیلی بخوردیم. بعد همون بخوریده دیگه کم کم خیلی گل زدیم، شناختیم باید دیگری. در کوچه شغلی که همی بخوردیم، با وجده من نام توغره نگفتم، نام ما دیگه نام مارینه دیگه گفتم که گفتم یکم ورمره باید گفته که خیلی که شما گفتیم بعد معقولش شما تاجیش کم میکنیم، شما لباس ملی میپوشونم خیلی تاجیش کم میشین. ای گفتم هر کدوم دکتر شما میبینین امیگه پرم میگن. گفت نیم عمرم ده یکم بار یکم گفتم گفت هیچ که گفته نبودم. خیلی بعد دیگه با خوردم میته. با اساسا دیگه نرفت نخوندو. ابشیچه زندگی کنه استودنت بود. خیلی پدرم رفت شنبه دید. خیلی دختره که بازی بود چی بود نبود. اما خیلی اومد گفت که من ایره کل میکنم. بچه هم میگیرم گفتم من میره دوست میدارم. گفت می دوست میداره بگیرش. خیلی اجازتم داد. سال 71 به قشلاق اومدم، من به قشلاق اومدیم. ما شنبه روز پس اومدم که بر وقت او چند سر لباس زد، همین پاجامه دختر کته که نمول در سر. مرا رنگ این شغل کودکا زنکه جمع شدن نگاه میکردن که این زنکه بینه ایگو میجوشه، ایگو کار میکنه، ای کارو کرده میتونه. شغل کم شغل گویی بیام پلانیت دیگه آمدگی باشم. عمل خیران مرا نگاه میکردن، همه کارو نگاه میکردن. با کار در اومدم. این سافخوز خلایدش میگن وقتا ناو داخل شیشیدگی بود، تشکیل شیدگی بود سافخوز. با همجده اول ما عدل کرده در کار در اومدم. عدل کرده در کار کردیم. شندوچل با هم عدل کرده در کار کردیم، هم سکرتر ماشینیست که استاد تا یاد گرفته ماشینیست کرد. دو وظیفه در پالتر استف کرده کار میکردیم. خیلی پدر مادر خطی زندگانی میکردم. مردکم نشانی که برانده کار کردیم، جای کار کردیم. یک سال پس بعد اگه میفهمه پدرش. ما اومده نچل شب گرزند که سافخوز کار میکردم. سال 1971 ماهی سپتامبر بود. بعد اینجا هموش خسرو می نویسه که ایستای جنگ بزرگ وطنی بود. می نویسه عدل فیض‌آباد. خیلی میگه که اونه دو چی میگه نخودش فیض‌آباد نیزنایم. اونیو موش کتا تکن. گواریت اون تنیجی بود. خیلی با میوان اینجا با مرا آمدن عدل پرزن کسیم ها اوله من میخیره.
بعد رئیس سوخوز در آمده که رخصتی داد با یک جای هر دو بر رفتیم مادر گذر نداشت با هر دو رفتیم ماه سپتامبر باشکری اسکینسکی رایون پدر مادر شدیم یارو برادر شدیم اکا شدیم فهمیدیم که خیلی ملتی تتر بوده اول گپامون شروع نمیفهمیده که یگون گپ یمی میزد که با ما میخندیدیم گپای ما را یاد گرفت همه چیزی که شرایط تاجیکا داشتن یاد گرفت این نونبندیاش و گوجوشیاش همه به همسایه ها رفت و آمدش خیلی همه کارهای ما را یاد گرفته. من تماما تاجیکی را نمیدونستم همه چیز میگفتن من نمیفهمیدم من چی گفتم او نمیفهمیدن خسرم کم کم میفهمیده که خیلی کار میرفته که و او پرابلم هم بسیار میشه تکنیم خشتمانم که آشخانه ده یک وقت اینه برای ما فراموش نمیشه و که آفت کسیدن بیگه یه روزه با تیراما بود که با خشتمانم که او خنق خوردم با گفتم چی خورده گفتم که خنق خوردم گفتم دایم یه توزه نیمش که یادشم کش یادم الاشتانی بود کشید با خندید گفت خشتمانم گفت که کم ترم زده بشن تو میخری گفت برآمد برفت یه ایتاریه بسیار شده با زن خیبر داشتم من خیبر زن خیبر کلوانم با خیلی دکتری که یاش اوتیز یاد گرفت تاجیک روسی را یاد گرفته که مرا میفهمم مورد تاجیکی هم خیلی هم دیگریمون قطعی میفهمیدیم دیگه است با خشتمانم خیلی انسان خوب بود یاد دادم یغم کردن میدوستم خمیر کنیری یاد داد نان میبستیم خمیر میکردیم هم لباسشویی نیتر کوریم میدونستم که خودم ای مادرم یاد گرفته که بدم با استا لباس ملی پوشیدن دیگه یاد گرفتیم که گاو داشت و گاو میجوشید با گاوایی را ما جوشیدن نمیتونستیم یا بار کجای رفته میام گاوشو میجوشه میگیم که قطعی همسایه پشته که بود میگه که او چه سوداد او ای گاوی را نمیته من کردم که نشید ای گو که ای استویش بگویا که میسته اگه مقصد که رسته اگه استوی که گو ای استوی ای که جو میفهمه با گسالش سر دادیم مکید خستیم برفتیم روز گپ در اگرات کوری ما اگرات ندار اومدم چورواد اوغل ندار اومدم کدوم ساله که همین یه مید رو نگاه میکنم دیگه همون خودش میکرد 1000 مرتبه شد تو 3 گوا میشید وقتی که ای سوخوز اومدن روغن میگیرن که بعد لشکر شیر میگیرن روغن میگیرن با ما همون میز گردن با میگن که یانگا با میگه شروع با میگه چه خونه مونی می خیالشون کی روغنه با میای سطلی روغن میرو روغن زرد همین شیر پخته روغن زرد کرده بوده یا سطلی روغن میرو میگه این روغن با میگیرن میروان درگاه تونای سوندن کمی با اینجا کار کردن بعد دیپتتی سعید قشلاقی بود رایونی بود در همین یه وقتی کار کردنش خیلی کار میکرد مهنه میکرد بسیار ترگی قطعی رفته اومد داشت همسایه که ما بود همه چیزمون مرنگ اپا و خوار زندگیمون گذشتگیه این خیلی که اپا و خوار همون خیلی زندگیمون گذشتگیه خونه ریمون میکرد کراسکا میکرد سفید میکرد پوبل میکرد کدوشکا میکورید پیاز میکورید همه زندگی رو تیل میکرد همشه میکرد پروی اکی عبدالرحیم هم نداشت همه کار زندگیش پیش میبود سال 72 فرزنددار شدیم دختر کلوانیم به دنیا آمد ای طرف سبخوز ای شیمان ما را خونه دادن خونه استروی که رفته سوده و تو وقت خونه با هم جدا شدیم خطی هم زندگی کردیم خیلی کار کردن گرفتیم خیلی کار کردیم با فرزند دیویم فرزند به دنیا آمد با دیگه ما همی خونه را کردیم پدر مادر سوختن گفتن که باید که شما خانه خودتون داشته باشین با خانه دولتی بود وجد زمین خود کار کردن نمیشید با همیز خانه را سوختن خیلی با خودمانم با پول یاردم کردیم که پدر مادر با خانه را تیار کردن خب با همجا کشیدیم آمدیم ولی خانه تیار نبود یک خانه تیار کردیم آمدیم خواسته گو نداشتیم و وقتا با پدر مادر و یک گو گوسلش قطعی آوردن گفتن که یک گو گوسلش شما نگاه بین کنین شکنین کار کده استفاده برده خوردن بتونین
با میخل استاد تا خیلی اقل دختیم اقل نبود با گومن گوساله کت خیلی گومن بسیار شید چند گوشید 3 گوش جوشی شید با ما دیگه کار نکردیم چند خواه وقتا کار نکردیم با دختری سیومنگیر زمیره دنیا آمد چند سال کودک میده بدنه کار نکردیم چند سال 6 فرزند دارم دختری کلونیم 72 ای بچه هم درسته ای 74 ای اوش 76 ای یاد شدی نمی داشت مزد شوا یاد شد در لینز کرون شوار بود معلمه اینستیتوت تمام کرد پندیسا معلمه جغرافی ویان کلون دکتر اینی دختر چم در اینجا شوهر دارد در دشت مرزو یام کلندور کودکدار دختری مایداکیم در ایلو اینم چه خیلی توی ما میکردیم با ایوان چند 8 تا فرزند داشت یا همین رنگی ما توی کرد توی آدم میرفت چه خیلی که خیلی توجیکار میکردن با یردم میکرد میره خیلی یکم نون میبست چیز چه خیلی که هم توی داخل چیزی که در کور یردم میکرد ما تیار شدیم که با شما زن بتیم خونه دار کنیم گفتم که یاغم جان کلین ال میروان که شغل اینه معقوله کلین یاغم دختر میروان خش میکنن زنک میروان همسایه میروان اقلا گفتم من برم یاغم دختر بکنم که بخدم معقولی بیام با باشم که وش جان چی نشه تشویش نشه که کلین تیاره نکو تیار کلین تیاره هیچ جا نرگو باش خیلی که گفتم گفت یا میخیل در بغداد یا دختر نزد میبینیم با تلفن قطعش نشدیم بخویم که هم بره بازنی بگیریم با یک روز با شما دختر کلونی ما همه کسا خستیم خونه باید رفتیم با رفتیم که اول مادرش گفت که نه گفت که ما ریزانستیم من رای دور شوهر نمیتونم دختر ما گفتم خیلی میبینیم ولی گفتم بنده کلته نبر گفتم ولی خیلی میبینیم چی میشه با نگفتم که باید تلفن قطع گمیزن شنوسن گفتم که خیلی پرسا پدواید نکنیم بعد 2 روز 3 روز پس که مردکم خسرا گفت که خیلی برم اویله شخله پدر مادر و شخله شنو شوم شخله معقولم ما معقول میشم یکی بایش مادر معقول میشم خیره که خیلی انسان خوب بدونه خدا من مردکم رفت گفت زد اومد که انسان خوب نیست که دخترم اویله خوب فرزند شما باید که خوب باشه بعد توی کردیم توی کلون که توی زور کردیم توی کردیم ارتیسا اومدن حافظا اومدن توی کردیم خیلی زندگانی خیلی پیش بردیم کلین من دختر خوب برو من علیم قطعی باید زندگانی میکنیم دختر به منی دختر خوب حرمت عزت میکنه همین چه خیلی که اینمی مثال که همه ما فرزندم چی که کورپاک میکرد کورپاک کرد گلیم خرید همین چه خیلی که توجیک خنون معرکه کرده گذرونده همون خیلی معرکه کرد گذرون نون میبست کلچه میبست لالی میکرد کلچه کلون میکرد همه جا می رنگ خودمون میکرد با سرای دیدون دمیشنیم با چپوتی میبست توی که میکردیم معرکه میکردیم با چپوتی میبست کدوم بیره خودم کلون دیدم اپا میگفتم خودم داری میدیدم خبر میگرفتیم رفت آمد داشتیم یعنی همسایه قطعش خیلی بود اگر یک شکر میکنه ای همسایه بیاین یه جای شکر بخوریم یکی اینو آش بریده میکنیم بیا اینجا بشینیم بخوریم این هم خیلی زندگانی کردیم یکم این میشه به زندگانی ده پس بلنده میشه یکم کمبودی میشه یکم چی میشه یاردم میردم که می دست اومده کنه همین یکم همسایه کسل شوه نویرش کسل شوه یکم خیلی خانواده همین همسایه کسل میروه همین یک خراج میپرد یکم چی میپرد میروه او را خیلی دلبرداری میکنه خیلی یکم همسایه را یکم تعزیه شوه میروه آدم خوکسوره آدم خوبه و بهترین که همین همسایه من حاضرم من هیچ جا نمیرم فقط همین پیش همین همسایه میام 15 سال کار کرده اینجا با برآمد خب کودکدار شده بعد برآمد کرده با زوادی چی را کار کرد اینجا زوادی یوبلیر شد در اینجا ماستر کار میکرد خب اینجا بعد گلدسته شد جورا بافی در اینجا برآمد کار کرد سابخوز چیش تشکیل کردن جوراب بوفی تشکیل کردن گفتن که ای دوشنبه آمدن ادام آمدن گفتن کدومی گفتن که ممکنه می بدونه جوراب رو بفتن شکردن
خب آمدن خونه آمدن گفتن که همین خیلی کار ممکن شما میدونین در روسیه آمدن گفتم هو جوراب گفتن میتونیم شما باید ارگانیزovat کنین که همین تشکیل کنین زنکاره یاد بتین جوراب بفیره خیلی چند سال با همجا کار کردم جوراب بفیره یاد دادم زنکه بسیاری کرده یاد گرفتن جوراب میفتن رشته تیوره میوردن میدادن ما جوراب میفتن یک بار محصولات تیوره میبردیم میسپاریدم خیلی چند سال کار کردیم همیشه جوراب میبفیم پولش میگرفتن زنکه جوراب بپوشیدن جوراب پامیری بیفتن همه بازی خیلی شروع یاد گرفتن خیلی کار کردن هر کره با خشلخت زنکه نوشته دیگه هر کده پول داشت کردن حواس داشتن کار نمیکردن که یاد میجیده پدرش اومد مادرش اومد اکاش او اکاش قطی زنش اومد قطی بچهش اومد اینه دادرش یعنی نه نگاه این دادرش قطی زنش اومده بود خیلی اومدن دیدن یومونه دیدن همه را فهمیدن خیلی حرمت چون کردم عزت چون کردم او چشم باش رفتیم مزار رفتیم آدمای خوبن میگه توجیکو میگه چقدر انسانای خوبن میگه مهمان نوازن میگه یکم خیلی نمیگن که شما چی اومدین توجیکستانی ما هم وطنی خودتون دنیسادین نغزن میگه توجیکو نغزن میگه دیگه میگه من نمیگم که من چیزم من تترم همین عادت کردم میگم اینجا برای خاطر فرزندم دیگه همین عادت کردم گفت نمیخوام که پیش فرزندم یک اونجا برم همین فرزندم گفت دیگه که وطنم شدم توجیکستان ملت تاجیک معقول شد البته معقول شده ما دیگه خیلی که همه میگن همشون برای ما را آپایان آکایان همه خیلی نزدیکن سر سفید کنم قطعی میو دیگه خیلی بگم میگه ترکا وطنی یکمی مای حوزی من میگه خیلی در اونجا 18 ساله سازم بعد یو برو اومدم بعد همه اومدم من در اینجا صاحب وطنم همینجا من خیلی فرزندا رو میمونم اینجا میخیزم وطنم میرم وطنی من همینجا من تمنا میکنم که الهی با عید عمری درودی با برکتش بده قطعی فرزنداش فقط خوشوقت باشه فقط در این تاجیکستانی ما فقط همین خرسندی ها رو ببینه پروردگار کریم همیشه همه خیلی خرسند خوشوقت در بالای سری فرزندکاش نبیره کاش سلامت صحت سلامت بگرده